حضرتي سرور رواية ملكها فريدة ذات عزت پروردگار یک گروهی از ملائکه ها را آفریده بوده. اونها را وظیفه‌شان چی؟ حضرتی سرور روایت ملکها فريدة ذات عزت با آنها چنان شد امر مولا بکشتار سیاحت روی دنیا. پروردگار امر کرده بوده این ملائکه ها را که شما در روی زمین گشت گذار کنید، گرد خانه های بنده های من دو مسجد تا دو. با آنها آنچنان شد امر مولا بکشتار سیاحت روی دنیا. به هر مجلس که باشد صحبتی ذکر، به هر مجلس که باشد صحبتی ذکر، بگیرید آخرت را کرده در فکر. در هر مجلسی که بنده های خدا جمع شوند و ذکر گویند آب دیده کنن همونجا روی. پروردگار ملائکه امر میکرد. ملائکه در آن صحبت زده صف، ملائکه ها در آن صحبت زده صف، دعای خیر و سازان و کنن کف. روان آنگه ملک ها سوی گردون، بپرسد از ملک ها حی بچون. پروردگار میگوید بنده های من در کدام حالتند؟ ای ملائکه بپرسید. به دنیا بندگانم در چی کارند؟ به دنیا بندگانم در چی کارند؟ چگونه زندگانی را گذارند؟ بگویند آن ملک ها ای خدایا به علم سر توی دانا باشیا. پروردگار آمده بنده های من رفته دیده چی کار دو مشغولم. ثانی ملائکه میگه خداوند تو خودت همه چی رو میدانی به چی کار اونا مشغولم. به ذکر و گریه و زاری جگرش، به ذکر و گریه زار و جگرش، فرو در غم همه از خجلتی خش. ملائکه میگه خدایا بنده های تو ذکر تو رو گفتی استادیان، اونها گریه دارن آب دیده کردی استادیان، از گناه های کردگیشان پشیمان شدن. بگوید حق زکی ترسیده گریان، بگوید حق زکی ترسیده گریان، ملائک گوید از ترس خداوند. پروردگار میگه این بنده های من از کی میترسن که آب دیده دارن؟ ملائکه میگه خداوند آخه از ترسی تو گریه دارن، نافرمانی کردن، بچگی کردن، اکو پشیمان شدن، آب دیده کردی سادی. خدا گوید گر جنت ببینند، خدا گوید گر جنت ببینند، از این گریه فراوان تر بگیرند. نظر گر جانبی دوزخ گذارند، به جای آب دیده خون ببارند. پروردگار میگه این بنده های من اگر جنت بینند با چقدر عاشقانه گریه کنند، اگر این دوزخ پر عذاب من بینند با آن دهشت به جای آب دیده به خون گریه میکنند. گواهی حال باشد ملک ها، گواهی حال باشد ملک ها، مقیمی عرض باشد یا فلک ها. بهشتی خش بخشم ذاکران را، رحمت من آن بندگان را. پروردگار دریای رحمت و جوش میزدن. میگفت ای ملائکه های من شما شاهد باشه که بنده هایی که در جای خلوت ذکری من گفتی ایستادیان، الله میگویند من گناهاشان رو بخشیدم. من بهشت پرناز و نعمت برای همون بندگانی خوش آب دیدم دادم. بهشتی خش و بخشم ذاکران را، کنم رحمت
من آن بندگان را سزای رحمتی من خائفان است به وصل کعبم خوش طایفان است بیا سالک به بزم ذاکران باش بیا سالک به بزم ذاکران باش بدین ذکر و به میجه اشکی روان باش. حضرت میگه که بنده خدا حرکت کن در مجلس های ذاکرا شرکت کن در کجایی که مجلس ذکر های مجلس امر معروف های حاضر شو ذکر خدا گو شبکا در چشمات کم کم آب دیده پیدا شود پروردگار شاید به تو رحم کنه. بیا سالک به بزم ذاکران باش به دل ذکر و میجه اشکی روان باش به هر صحبت شکر دیدی بکن نوش مگس آگر کنن طعنه مکن گوش. در هر صحبتی که شکر دیدی این ذکر خدا تلاوت قرآن امر معروف این شکر است حرکت کن در اونجا یک لذت گیر یا شیرینی حاصل کن این گپ دشمنای خدا را گوش نکن و یا حکم پشر دارند مگس ها اگر کنن طعنه مکن گوش اگر گویند اگر گرینده را بینی شوی نر زی سوزی سینه زارش شوی گرد. آدم عادتا یک کسی که آب دیده داشته باشه او رو بینی مجلسش نشینی دل آدم ملایم میشه. اگر گرینده را بینی شوی نرم زی سوزی سینه زارش شوی گرم که آخر خام را گرمی پزاند که آخر خام را گرمی پزاند کسی که سوخت قدری سوز داند. آننده که گرمای تابستان میوه های خام میپزانه صحبت دوستای خدا هم بنده های خدا را به خدا میرساند. چه داند حال پخته ناقصی خام چه داند حال پخته ناقصی خام مپرس طعمی عسل از زهر آشام ز درد و صحبتی مردان شوی مرد ز درد و صحبتی مردان شوی مرد روی در آسیای دل رسد گرد. صحبت دوستای خدا دششتی خوب بشی آنند یا آدم آسیا روا حتما گرد آسیا میرسه. صحبت علماها ششته حکمی هوی داره. اگر جوینده باشی جستجو کن اگر جوینده باشی جستجو کن اگر گوینده رو ذکر او کن اگر گوینده رو ذکر او کن. کسی پرسید از سلطان ابرار کسی پرسید از سلطان ابرار شدم درمانده این امر دشوار ندانم من سعیدم یا که بدبخت بیشتیم و یا در عقبی سخت. یک شخص پیش پیغمبر خدا آمد گفت یا رسول الله من نمیدانم که آدم خوبم یا که آدم بدبختم من نمیدانم که خداوند منو به بندگیش قبول کرده یا از درگاهش محروم کرده ندانم من سعیدم یا که بدبخت بهشتیم و یا در عقبی سخت. بگو حضرت نیالایی به هر دیگ دلی خود عرضه کن در صحبتی نیک اگر مایل شود دل نیک بختی بکسوی عزیزم زود رخته. سان پیغمبر خدا گفتن دوست خدا گفتن خودت یک بار اندیشه کن دل تصور کن که دوستای خدا را دوست می‌داری مجلس علماء را دوست می‌داری اگر دوست داری
تو انشاءالله نیک بختی. دیگه صحبت علما ها نفارد و تو زیق شوی در صحبت ویا بدان که تو بدبختی. دلت گر صحبتی نیکان نخواهد بدان که دوزخی سودان بخواهد. حدیث رسول اکرم مضمون شد. نشانی سرنوشتی بد همین است، نشانی سرنوشتی بد همین است، سیه دل در جزا اسود جبین است. نشانی بدبختی انسان همین است. هر کسی در دنیا از صحبت علماها نفرت داره و دانه که روش سیاه است و از رحمت خدا بی نصیب است و دوزخی است. اما اگر دل صحبت علماها را خواه، از صحبت علماها خرسند شود، فیض گیره، انشاءالله نشانی سعادت شاید. از این گویم به نیکان زود آمیز، اگر پاداری از بد دور بگریز. و حضرت ما رو نصیحت میکنه که بچم بنابر من شما رو نصیحت میکنم که همیشه با آدمای خوب، با دوستای خدا و علماها رفت آمد کنید. از آدمهای احمق و اوباش و فاسق طبیعت گریزه که دلاتان سیاه میکنن. از این گویم به نیکان زود آمیز، اگر پاداری از بد دور بگریز. ز صحبی نیک و بد پیداست تأثیر، ز نیکان شهد و نوش از بد مخور تیر. که زخمی تیر بد آرد هلاکی، بگردان از خبیثان رو بپاکی. نما حضرت میگه که همیشه حرکت کن، در صحبت آدم های خوب شرکت کن، زیرا که صحبت تاثیر دارد. البته از صحبت خوبا خوب میشی، از صحبت آدم های فاسق میشی. زگردی دامنی پاکان شوی پاک، زگردی دامنی پاکان شوی پاک. دکانی صابون است اینجا مجوزات. درا در کوره دل تا شوی زر، نمانده تا به دیوانی لحد سر. پیش از آن که در خانه خواب ببرند، او خانه تاریک و دهشت مونند، امروز در محفل علماها شرکت کن. مجلس عالم ها مانند کوره آتش آهنگر است، زنگ دل تازه میکنه. بنابراین باید بنده موی حدیث قدسی دم پروردگار گفته بوده که کسی در این دنیا از ترس من گناه نکنه، از عذاب من ترسه، من او را از عذاب قیامت، از دهشت قیامت نگاه میدارم. اما در این دنیا ترس من فراموش کنه، بے پروا گرده، او روز قیامت من سخت میترسم. همین ما شما را توفیق ده که دوستای خدا را دوست داریم و از دشمناش خداوند بیزاری نصیب کنه.